برادران خیلی عزیز و گرامی، مادران و خواهران عزیز، همه شما را بر این ماه بسیار مبارک، ماه شعبان که بعداً ما و شما انتظاری ماه مبارک رمضان هستیم، تبریک و تهنیت میگویم و از الله مهربان دعاگو هستم که خداوند بسیاری از برادران و خواهران ما که از این ماه شعبان روزه می دارند که پیامبر نازنین مان بیشتری روزهایی که روزه می گرفت از ماه مبارک شعبان بود، الله مهربان قبول گرداند. اولا همه شما را برادران عزیز، ماه رمضان بسیار نزدیک آمده است. من همه تون تبریک میگم، تهنیت میگم و از الله مهربان دعا میکنم که شما را صبری در این عبادت نصیب کند و شما را توفیق دهد که از این ماه مبارک احترام کنین، عزت این ماه را بجا بیارین و از این ماه روزه گیرین، از فضیلت ها و اجرهای این ماه برخوردار شویم. پیغمبر میگوید وقتی رمضان آمد درهای جنت باز کرده می شوند، درهای آتش دوزخ بسته می شوند و شیطان ها در تمام روی دنیا بسته می شوند. در این یک ماه تمام مردم مسلمان از شیطان ایمن هستند. اگر کدام از ما و شما را خداوند نصیب کرده باشد در این ماه سفر ما و شما را به سوی آخرت، از روی وعده پیغمبر خدا درهای جنت برای ما و شما باز کردگی هست. ما و شما راستن به چی میریم؟ وارد جنت میشیم. از عذاب خدا به حرمت این ماه مبارک ما و شما ایمن میشیم.